جان هوایارو باشه برای مریخ میگه چی میگم به خالق هواست؟ نه آیسان اسلامی پسر شاه هم بالاخره فعالیت خودش رو داخل یوتیوب شروع کرد و از محیط سمی و مریض اینستاگرام اومد بیرون. امروز میخوایم راجع به حال خوب صحبت کنیم و چند تا نکته رو راجع به آیسان اسلامی بهتون بگم که شاید براتون موثر باشه. پس با ما همراه باشید. گوسفند باشه بچه، گوسفند سفید باشه اومده لایو های آیسان تشکیلات سرگردان مشخص نشوند. سلام و ارادت خدمت همه دوستان عزیزان، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. همینطور که در جریان هستید من الان 2 تا کانال دارم و این ویدیو رو در هر 2 تا کانال خودم میذارم. اگر از کانال اول من این ویدیو رو تماشا میکنید حتما کانال دوم من رو سابسکرایب کنید. اگر از کانال دوم این ویدیو رو میبینید حتما کانال اول رو سابسکرایب کنید. هر دوش رو هم توی قسمت توضیحات لینکاشو براتون گذاشتم. امروز قراره راجع به حال خوب با هم صحبت کنیم. اما قبلش میخوام یه نکته رو بهتون بگم بچه‌ها. من نه روانپزشکم نه تراپیستم. فقط طی این چند سالی که حالا مهاجرت کردم، این 4 سالی که مهاجرت کردم، یه سری قوانین برای خودم تعریف کردم که این قوانین خیلی تاثیر گذاشته برای حال خوب. اما این به این معنا نیست که من قرار به شما بگم قرار دیگه حالتون خوب بشه. قرار نیست از این حرفای خیلی خوشگل و زیبا بزنیم. نه، به نظر من حال خوب، حس خوب یه نمودار، حالا یادم نمیاد سینوس بود اینجوری بود یا کوسینوس بود، یه نمودار بالا پایین داره. حتی اون کسی که تراپیسته، حتی اون کسی که روانپزشکه و متخصص اینه هم به نظر من یه روزهای حالش خوبه، یه روزهای حالش بده. اینجوری پامپ و دامپ میشه حالش. این از این. اما ما باید سعی کنیم که بدونیم چطور حالمون رو خوب کنیم، یا حداقل یه سری کارهای خیلی ساده که امروز میخوام بهتون بگم من چی کار میکنم انجام بدیم که حالمون خوب باشه. اول ویدیو چه بارونی هم گرفت. بذارید من اول این بارون رو به شما نشون بدم بعد برگردیم به اول ویدیو. برو رو بارون. نمیدونم دیده میشه یا نه، ولی یه بارون خوبی داره میاد. حالا بریم یه ستاپ خودمون. اول ویدیو من راجع به آیسان اسلامی بهتون گفتم که بذارید من اینو تنظیم کنم. راجع به آیسان اسلامی بهتون گفتم که اومده داخل یوتیوب. خب آیسان رو که همه ما میشناسیم دیگه، در عرض 1 سال داخل اینستاگرام منفجر شد و الان هم که اومده داخل یوتیوب. داخل این ویدیو میخوام چند تا نکته رو بهتون بگم. خیلی ساده است. ما قرار نیست بشیم آیسان اسلامی و قرار نیست اصلا از اون بعد به آیسان اسلامی نگاه کنیم، از اینکه خب پول داره، توی امریکا داره زندگی میکنه، خیلی شرایطی داره که ما داخل ایران اون شرایطو نداریم. اما چند تا نکته رو میخوام امروز بهتون بگم که خودم دارم رعایت میکنم و شما خیلی ساده است، حتی نیاز به هزینه هم نداره آنچنان. جز یک موردش هیچ کدوم دیگهش نیاز به هیچ هزینه‌ای حتی نداره. این دوربینه فیس ترک داره، جابجا میشه. وقتی ویدیوهای آیسان رو نگاه میکنیم، ویدیویی که داخل خونه خودش میگیره، میبینیم که حالا خود آیسان رو بذاریم کنار، میبینیم که چقدر خونهش مینیماله، چقدر خونهش ساده است، با اینکه خونه شیکی داره ها. ولی وقتی عمیق بهش نگاه میکنیم میبینیم که خونهش مرتبه و به اندازه‌ای که لازمه این خونه ظرفیتش پر شده. با اینکه هنوز جای خالی تو خونه هست، هنوز فضای خالی هست، نمیدونم میتونه پرده‌های مختلف بزنه واسه خونش، هرچند که بحث فرهنگ قطعا تاثیر گذاره. فرهنگی که اونا دارن، حالا زندگی های غرب و فرهنگی که ما داریم کاملا متفاوته و این در واقع چیدمان خونه خیلی تاثیرگذار از فرهنگه. ولی میخوام اینو بهتون بگم که چقدر این خونه ساده چیده شده و همه چی سر جاشه، در حالی که آیسان اسلامی میتونه اون خونه رو
10 برابر بیشتر پر کنه، چند دست مبل دیگه بچینه، نمیدونم اونجا رو پر کنه، اونجا ویترین بذاره، اونجا رو اینجوری کنه. خب ولی میبینیم که چقدر مینیمال همه چیز سر جاش و همه چیز به اندازه. این اتفاقا خیلی مهمه و من این کارو کردم و از شما هم میخوام که این کار رو انجام بدید. اولین کاری که از شما میخوام انجام بدید چیه؟ اگر میخواین حداقل داخل خونه، وقتی داخل محیط خونه هستید، خب ما تایمی از در واقع شبانه روز حداقل داخل خونه خودمون هستیم دیگه. حالا یا موقعی که میخوایم استراحت کنیم یا یه سریو که اصلا خونه دارن، خانمایی که خونه دارن بیشتر تایمشون داخل خونه است. پس خیلی محیط توی خونه میتونه در این روح و روان شما تاثیرگذار باشه. اولین کاری که ازتون میخوام انجام بدید اینه که خونه‌تون رو هر روز دقت کنید، هر روز مرتب کنید. چون وقتی هر روز مرتب کنید خونه‌تون رو، اتاقتون رو، در واقع کار زیادی انجام نمیدید. چون روز گذشته مرتب کردید، فقط روز بعد باید یک کارهای کوچیکی انجام بدید. ولی وقتی بذارید بعد یک هفته مرتب کنید خونه‌تون رو، قطعا کار خیلی بیشتری انجام باید بدید، کار کل هفته رو باید انجام بدید. ولی وقتی هر روز شما این نظم رو داشته باشید، دیگه فکر نکنید چون دارم میگم هر روز کار زیادیه، نه، شاید توی 1 رو 20 دقیقه اون نظم خونه شما دوباره برگرده. پس توجه کنید آقایون، خانوم ها یا در واقع کسانی که در محیط خانواده با پدر مادر زندگی میکنن، فرزندان، روی صحبتم فرزندان که حالا اتاق خودشون رو منظورمه، اتاقتون رو مرتب کنید، خانواده ها خونه رو مرتب نگه دارید همیشه. مورد بعدی، من خیلی این یعنی به صورت یه قانون برای خودم در آوردم. این یه قانونیه برای من و شما هم میتونید این قانون رو در واقع تغییراتی بدید و حالا با توجه به در واقع شرایط خودتون میتونید این قانون رو تغییر بدید. من یه قانون دارم، قانون 20-20. به خودم گفتم، خب من داخل کشور ترکیه زندگی میکنم، واحد پولی این کشور لیره. خب با خودم گفتم که هر کالایی که هر چیزی که توی خونه من بتونم در عرض 20 دقیقه با 20 لیر فراهم کنم، مشابهشو بگیرم، اون کالا میتونه برای من یک کالایی، یعنی تعریفی باشه از کالایی که میتونه برای من اضافه باشه، کالایی که شاید اگر یک مدتی ازش استفاده نکرده باشم دیگه میتونم اون کالا رو بذارم. پس اول خونه رو مرتب کنید، دوم بگردید دنبال چیزهای اضافه تو خونتون و با توجه به قانون 20-20 که بهتون گفتم، حالا من 20 دقیقه 20 لیره، شما میتونه براتون 20 دقیقه و نمیدونم 20,000 تومان که خیلی کمه، 100,000 تومان مثلا. ببینید چیزهایی رو که میتونید با 100,000 تومان توی 20 دقیقه جایگزین کنید، اونا اگر ازشون استفاده نمی کنید، یک مدتی یا حداقل ازش استفاده نکردید، اونا دیگه میتونه بره کنار، یا حالا یا دور ریخته بشه یا بره تو انباری، تو محیط خونه دیگه نباشه. برای مثال این وسایل اضافه میتونه لباس باشه. ما هممون علاقه‌مند هستیم به لباس و کفش و اینطور داستانا، ولی وقتی در کمدو باز میکنیم یه سری از لباس ها هستن که شاید 2 سال هم هست ما این لباس رو نپوشیم، ولی هیچ وقت نمیتونیم این لباس رو بذاریم دور. خیلی جالبه، شما صاحب وسایل خونه هستید، وسایل خونه صاحب شما نیستن و نباید این اتفاق بیفته. اگر که نمیتونید وسایل رو دور بندازید، وسایلی که میبینید هیچ استفاده ازشون ندارید دور بندازید، بدونید که اون وسیله است که دیگه شده صاحب شما. یه بار این مدلی که من میگم رو امتحان کنید، ببینید چقدر محیط خونه برای شما جذاب‌تر میشه، محیط خونه آرامش بخش میشه. اصلا به نظر من گاهی وقتا این شلوغی پلوغی ها استرس میدن، مضطرب میکنن آدم. پس این 2 مورد رو رعایت کنید. اینکه گفتم آیسان اسلامی، چون همه این موارد رو من دارم توی زندگی آیسان اسلامی میبینم واقعا. یه مورد دیگه ای که من از آیسان میبینم که انجام میده، خب ورزشگر داره. خب پوشیده نیست. من همین الانی که دارم این ویدیو رو میگم، تا ورزش هنوز امروز استارت ندادم، گفتم این ویدیو رو هنوز قبل اینکه عرق نکردم، هنوز خسته نشدم، ویدیو رو بگیرم و بعدش برم ورزش. همینطور که میدونید الان تو
باشگاه، اون قسمت خلوت باشگاه هم هستم که نه صدای موزیک میاد و نه مزاحم کسی هستم. ورزش تو هر قشری با هر سنی که هستی حداقل روزی 20 دقیقه، روزی نیم ساعت حداقل ورزشتون باشه. این قلبتون ضربان قلب رو ببرید بالا، یک چند قطره عرق بریزید، همین. قرار نیست برید زیر هالتر و ورزش‌های سنگین، نه، ولی این کار حداقل بهم قول بدید که انجام بدید. اینم یادم رفت، می‌خواستم اول ویدیو کلیپ بهتون بگم. اگر این کارا رو انجام دادید، بعد از 1 ماه، بعد از 2 ماه، بعد از 45 روز تأثیرشو، اگر تأثیری دیدید، حتما دوباره برگردید روی این ویدیو و برام بنویسید که تأثیر مثبت گرفتید از حرفای من و از کارهایی که رفتید در خودتون انجام دادید یا نه. چون من که به شخصه دارم انجام میدم و گفتم برای شما هم در واقع بگم. یه مورد دیگه از آیسان اسلامی بگم و برم یک موردی که مخصوص خودم رو بهتون بگم که حالا من در جریان نیستم که آیسان اسلامی این کار رو انجام میده یا نه. اینکه آیسان دیسیپلین داره، اینکه آیسان نظم داره در کارش. از خونه بیایم بیرون ها، نظم داره. ما توی اینستاگرام خب ویدیوهاش دیدیم، هر روز میبینیم کار، ورزش، غذای سالم، زندگی سالم. حالا یه مدت که درگیر یه سری موارد بود، ولی حداقل چیزی که داره به ما نشون میده سلامته و در کنارش هم در تایمی تفریحشو داره، حالا رستورانشو بره، کنسرتشو بره، جایی بره. این یعنی کسی که در امریکا هم زندگی میکنه یه چنین روتینی داره و با یه چنین روتینی حال خوبی داره. حالا ما قراره ما توی امریکاست و کلا شرایطش رو داستا. ما زندگی در ایران میدونم مشکلات فراوون و اتفاقا ترکیه هم مشکلات فراوون، ولی منظم این روتین رو تکرار کنید. سالم، غذای سالم و حالا روی از این تیکر رو زواره داخل پرانتز برای افرادی که حالا کمتر از 18 سال سن دارن و شاید این ویدیو رو دارن میبینن، بچه‌ها سعی کنید درگیر چیزایی که باعث میشه شما بهش اعتیاد داشته باشید یا بهش وابسته باشید خواهشن نشید. این وابستگی شما به یک سری چیزا، حالا نمیدونم میخواد سیگار باشه، میخواد گل باشه، میخواد هر چیزی باشه، بدترین اتفاقیه که برای شما میتونه بیفته. من تجربه همه اینا رو دارم. بدترین اتفاق وابستگیه. شما مادامی که وابسته باشید، یک لحظه اگر اون نباشه دیگه حالتون بده. باید باشه که حالتون خوب باشه، یه جورای شرطی میشه. خب دیگه نمیخوام خیلی برم وارد این جزئیات بشم، خب ولی خواهش میکنم هیچ چیزی بهتر از این سلامتی، بهتر از عدم وابستگی به یک چیزی که حالمون رو خوب کنه نیست. حالمون همینجوری میتونه خوب باشه. نمیخوام خیلی حرفای تو باید خوب بشی، تو محکومی به خوب شدن، نه از این حرفا نمیخوام بزنم. ولی خب من تجربه اون وابستگی و اعتیاد به اون چیزی هم که شما فکر میکنید و داشتم و الان که ندارم میبینم واقعا چقدر خوبه که آدم طبیعی حالش خوب باشه. اینو شاید تا وقتی تجربه نکنید متوجه منظور من نشید، ولی دوست ندارم با تجربه متوجه این منظور بشید. دوست دارم بدون اینکه تجربه کنید، چون همه قرار نیست تجربه کنن و بیان بیرون ازش. خب ممکنه تجربه کنید و دیگه نتونید ازش بیرون. اینم از این یک مجموعه‌ای بود از در واقع کارهایی که خودم میکنم و حالا آیسان اسلامی هم میدیدم توی لایف استایل و زندگیش داره انجام میده، مثل اون نظمی که توی چارچوب خونش داریم میبینیم، مثل ورزش و دیسیپلینی که داره و تکرار 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 تکرار. این مهمه. خب و یه مورد دیگه هم میخوام بهتون بگم که گفتم دیگه این خارج از آیسان اسلامی، آیسان بزنیم کنار. سرمایه گذاری، این هم موردیه که یه مقدار زمان میبره، ولی اگر بهش زمان بدین حال خوبی رو از بعد مالی بهتون میده که این هم خیلی مهمه برای دوستانی که داخل ایران هستن. خب یکی از اصلی ترین دلایلی که ممکنه داخل ایران باشین و حالتون
خوب نباشه، با تمام اینکه تمام این مواردی که بهتون گفتم رعایت کنید باز هم حالتون خوب نباشه، بحث مالیه دیگه. نباید اینو واقعا ساده انگاری کنی. واقعا جیبت که خالی باشه، تو خونت هم مینیمال باشه، ورزشت هم بکنی، ذهنت خرابه، نمیشه اون چیزی که باید بشه. حالا چیکار کنیم؟ این مخصوص تمام افراده، 10 سالته، 20 سالته، 30 سالته، 50 سالته، 70 سالته، این کار رو بکن. هر هفته، حالا این قانون منه، قانون هر هفته، حالا برای شما میتونه هر ماه باشه، ولی مهم اینه که در پریودهای زمانی، در بازه‌های زمانی ثابت برای خودتون یه قانون بنویسید که این قانون من هر 20 روز به 20 روزه، هر 3 هفته است، هر 1 ماهه، برای من هر 2 هفته است، برای من هر هفته است، برای یک سری دارایی. یک سرمایه‌گذاری بکنم. الان دیگه مثل قدیم نیست که وقتی حرف از سرمایه‌گذاری میشه مثلا سرمایه‌گذاری ملک، خب ملک پول میخواد، سرمایه‌گذاری ماشین، خب ماشین پول میخواد، سرمایه‌گذاری در سهام فلان کار. نه، الان دیگه سرمایه‌گذاری خیلی راحت شده. همین بورس ایران، همین نمیدونم رمز ارزها. البته این پیشنهاد واقعا مالی نیست و بحث سرمایه‌گذاری بحثی که باید ساعت‌ها بشیم راجعش صحبت کنیم، مخصوصا تو کانال اولم که من حالا تخصصم بازارهای مالیه، ولی عادت کنید، مخصوصا افرادی که مجددا تاکید میکنم کمتر از 18 سالن، عادت کنید به سرمایه‌گذاری مرتب. این بعد از 2 سال نتیجهش رو می‌بینید. این چیزی نیست که 1 ماه بعد ببینید، چون اسمش سرمایه‌گذاریه. این چیزی نیست 2 ماه بعد ببینید. بعد از 2 سال می‌بینید که چه بذری کاشتید و چه کار خوبی انجام دادید با این سرمایه‌گذاری. امیدوارم که واقعا یک نفر بعد از تماشای این ویدیو، بعد از یک مدت، قرار است که فردا حالمون خوب بشه، بعد از 2 ماه 3 ماه 4 ماه حالش خوب بشه و آرزو میکنم که اون فرد بیاد زیر همین ویدیو کلیپ برای من یه کامنت بذاره که بگه حالم خوب شد. اون موقع نمیدونید من چقدر حالم خوب میشه. همین. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. خیلی بداهه من امروز دیدم پایسان اومده بود توی یوتیوب، خیلی بداهه گفتم بیام یه سری نکات رو قبلا می‌خواستم راجبش صحبت کنم. گفتم دیگه تو خونه نباشم، بیام توی محیط باشگاه، یه محیط دیگه براتون این ویدیو رو بگیرم. اگر دوست داشتید حتما حمایت کنید از این ویدیو، بفرستید برای دوستانتون که احساس میکنید میتونه حالشون رو خوب کنه و نظرتون رو حتما برام بنویسید. ارادتمندم و خدا نگهدار.